درود بر شما عزیزای خوبم، دوستای خوبم. امروز یعنی امشب پنجشنبه، شب لیلة الرقایب. یعنی چی لیلة الرقایب؟ ماه رجب، اول پنجشنبه ماه رجب. عربا میگن لیلة الرقایب، ما هم میگیم شب آرزوها. آرزو میکنم دوستان همتون، پسرتون، دخترتون، نوهاتون، عزیزاتون، اونا که خیلی دوستشون دارید، اونا که برای شما خیلی عزیزن، تنشون سالم باشه، دلشون خوش، از خزانه غیب خدا پول سرازیر بشه به حسابهاتون. چند تا کارت دارن عزیزاتون، جیبشون پر باشه، حسابشون پر باشه. ایشالله که همیشه لبتون خندون باشه، آری از هر دردی، هر غصه‌ای. همیشه بیکینه زندگی کنید، زندگی آرام و پر از آرامش باشه. هر چیزی که میخواین خدا بهتون بده، چون خدا وقتی بده منت نمیذاره. عزیزم امشب اینو بفرسته برای اونا که دوستشون دارید. بگو عزیزم تو رو از همه بیشتر دوست دارم، اینو برای تو فرستادم عشقم. ایشالله که هیچ وقت چه کنم نگی، تو هر کاری موفق بشی، به هر کاری دست میزنی خدا دستتو بگیری، خدا یار و یاورت باشه. عزیزای من برای منم دعا کنید، ایشالله که خدا دوستمون داشته باشه. وقتی خدا ما را دوست داشته باشه همه دوستمون دارن. بعد برای من دعا کنید، کامنتاتون پر از آمین باشه. در ضمن وقتی من اینها رو گوش کردین، حرفای منو بگو پذیرفتم، حرفاتو دریافتم. این حتی از آمین بهتره. بگو من دریافتم، من پذیرفتم. قربونتون برم. امشب ببینم چه دعایی میکنید.